$100 به طالبان دادیم. ما از پشت پول آنها $100 به طالبان بایها سخت میشه. دوستمون با ما خیانت کرد. بالا برای نظری خوش اومدید به تیم ما. $200 حق خودمون گرفتیم. همونی که شما وعده کرده بودید. فهم. $100 به طالبان دادیم. $100 به طالبان آخی گفتیم که در حق یکم دعا کند که تیز صحت شوند. و فکرم دعای همون طالبنده سبب شد یکم صحت شدن. در جمع 40,900 خرجات شد. راستی اگر این ماشینی خریده ما به شما معقول نباشد میتونیم با افتپدبار تیجی بریم. شما هر ماشینی که به خودتون معقول است همون انتخاب کنید. لازم نه فروختنش هم خبر میکنیم. و این کارهاتون چی خدمت کنیم؟ هیچی در کنی اکا جان. رحلتهای کلان همین پول به ما درد سر شده بود. خلاص شدیم ما خوشتم. رحمت سلامت باشید. اون سال شاید زنگ میزنم به شما. رحمت تو همه وقت شانس از دست میدی. هیچی در کار نبوده است. ما از پشت پول آنها کارمو از دست دادیم. چون خدا نگفتی؟ اما من قبل از تو شرط کرده گفتی که چی در کار من چه گل میزنم در کار می؟ من فکر کردم که یک بار نگویم از خودشون اگه چی برآورده میدیم. تو خیلی آدمی ساده. بایها سخت میشه. ندیدی وقتی درباره طالبنده گپ زدیم چشمشون از کارخانه سرشون برآمد. باید که کاملا نداشته باشه. با بالا برای نظری خب بچه شما میتوانستید با این پول گرفته روید. اما این کار رو نکردید. ما با صمیمیت و صداقت شما قائل هستیم. دوستمون با ما خیانت کرد. اما شما بیگانه ها وفاداری کردید. ما میخواهیم صداقت شما را سپاسگزاری کنیم. شما پولهای ما حمایه کرده از کار رانده شدید. به این خاطر ما میخواهیم که شما رو با معاش بلند به کار گیریم. خوش اومدید به تیم ما. خوش آمدید. خوش اومدید.